رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده از حالت مردمی در آفت طبیعی ضرر دیده جماعت دهاتی اماندره و دهه ویشیست جماعت دهاتی یوری دیدن نمود. سفر رئیس شهر از مسجد جماعت اماندره آغاز گردیده سراول با خانواده مردی در آفت طبیعی جان خود را از دست داده واخورد. با پیوندان و فرزندان مرحوم همدردی خود را بیان نموده به ایشان صبری جمیل خواست و ابراز داشت تا با هم متحد شده و بهر آبادانی دیار تلاش نماییم. سپس به خانواده مردی قربان شده و دیگر ساکنانی از آفت طبیعی ضرر دیده کمک پولی و مواد خوراکه از قبیل ارد و روغن، برنج و مکرون و کارتشک و سبزی دسترس گردانیده شد. رئیس شهر اینچنین ابراز داشت که ما با اهالی ضرر دیده غم شریکیم و همه عهده‌داری هایی که از جانب ماست انجام خواهیم داد. همزمان به دهه ویشیست جماعت دهاتی یوری تشریف برده از رفت کارهای برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی که سنه 19 ایول به وقوع آمده بود بازدید به عمل آورد. به ساکنان دهه ویشیست از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای کشیدن خط آب نوشابه 50,000 سامانی سپریده شد. ساکنان از این اقدام خرسند بوده مینه‌داری خویش را چنین بیان داشتند. عبدالحیف ایوب عبدالخوی شهروند ویشیست. اولا به پرزیدنت مملکت ما محترم امام علی شریف رحمانوف تشکری بسیار که برای نهم ایون با موان همخیل آفت‌های طبیعی بسیار ضرر روی کلان کرد. دست کمک یاردن کردند از جمله رئیس ولایت که با سفری رسمی خودشان به اینجا آمده از جای حادثه از حال ما خبر گرفتند، یاردم‌های کلان کردند و خط آب نوشابه‌مان که 50,000 سامانی وعده کردند دادند. ما امروز ما گرفتیم تکنیک‌های بسیار پرقدرت حکومت شهرمان فرستادند که همه‌شان هر روزه کار سفربر کردن، کار میکنن، خانه ها رو از جمله تمام تازه کردیم. رحمت به دولت، رحمت به حکومت که دست کمک دراز کردن. هزاران و هزاران تشکر، یاردم از این زیاد نمی شود. هزار رحمت. باید قید نمود که برای برطرف نمایی عاقبت‌های خرابی آوری سیل تکنیک‌های جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی کارخانه مشترکی زرافشان فعالیت دارند. در آخر سفر رئیس شهر با اهالی دهه ویشیست ملاقات دایر نمود که ساکنان مینه‌داری خود و اهل ده را چنین ابراز داشتند. زن مرد اپشتون مینه‌داری کارسان. هزار رحمت کردن خود من بکم شخصا در آمده. قسم خورگید و قسم می‌خورم پیشتر حکومت یوان تیشان نشناخته من ندیدم. مردم گفتن 3 بار سر قبرستان کس رفتن. خود همین تا بالا پای پیاده رفتن، خانه دیدن، همین درون قشقای چازده دیدن. همین کار سر شدن تا حاضر خیلی طبیعی آفت. اما رئیس شهر خواهد که ناخونی حرفا یک کار نخلند. لیکن خودش دیگه آفت با همین پیشتر رئیس دوی ماشون سه ماشون میامدن خودشون نمیامدن. رحمت همین کس که گفته خلق نداره کارستان. لیکن من نام همه خلق التماس ما شما به همین که اولا جناب عالی پرزیدنت ما بابر رئیس ولایت با شما با ما تا علاج دعای خیر میکنیم، شما را دعا میکنیم، همین خرسندی سلام ما میرسانید. این ملاقات و کمک ها اثباتی آن است که حکومت و دولت همیشه در کنار مردم بوده و هست. گزارش مرتبه رحمانوف و طلبشاد تاشف از جماعت دهاتی اماندره و جماعت دهاتی یوری. گزارش دیگری ما از آفت طبیعی در جماعت‌های دهات اماندره و یوری رخ داده نقل می‌کند. متوجه باشید. در نتیجه بارشات زیاد و آمدن سیل در جماعت دهاتی اماندره و یوری خسارات جانی و اقتصادی به قید گرفته شده است. از روی اطلاعی که در سامانه سپوتنیک تاجیکستان نشر شده است، در نتیجه این آفت طبیعی یک ساکن جماعت اماندره جان خود را از دست داده است که در نتیجه کوفت و کوب زیاد جسدی و صبح روز دیگر دریافت گردیده به صاحبانش سپرده شد. اینچنین 10-15 خانه‌های استقامتی ساکنان قسماً خراب گردیده است. سیل به راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد ضرر رسانیده باعث مشکلی به گذشتن اهالی گردیده است. اینچنین به زمینه‌های نزد حولیگی و پلیسی ساکنان لایق و سیل درآمده عاقبت‌های خرابی آور به بار آورده است.
صبح بعد از به عمل آمدن آفت طبیعی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مسئولین وابسته شده به مکان‌های ضرر دیده تشریف بردند. در هفته سفر رئیس شهر به خانه‌های هر یک از ساکنان ضرر دیده وارد گردیده از حالشان پرسان شد. رئیس شهر عرض و شکایت هر یک ساکن را تا به آخر شنیده باعث کمک به خانواده‌های ضرر دیده و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی به شخصان مسئول دستور سپاری شد. سیل به خانه‌های مردم ضرر کلانی اقتصادی رسانیده به اکثر ایوان و آشخانه و خانه خواب اهالی لاحق در آمده است. رئیس شهر این وضع را دیده و به اهالی وعده داد که برای هرچه زودتر برطرف سازی عاقبت‌های خرابی آور سیل چاره‌های ضروری براه مانده خواهد شد. خانه یک زن را که قسماً ولنگار گردیده است دیده به مسئولین سپارش داده شد تا در نزدیکترین فرصت به این خانواده زمین جدا گردد و به آنجا کوچانیده شود. رئیس شهر اهالی را روح بلند نموده تا آخر با ایشان بودن خود را تکرار به تکرار بیان نمود. همزمان به قسمی از ساکنانی که در قسمت‌های آسیب پذیر قرار داشتند سپارش شد تا به مکانی امن کوچانیده شوند. در قطار خانه و زمین موادهای آذوقه‌واری و خوراک چارواهای ذخیره نموده قسمی از ساکنان زیر لایق مانده نابود گردید. قسمی از مردم از نداشتن زمین شکایت نموده ابراز داشتند تا به ایشان از موضع‌های از آفت طبیعی بی‌ضرر زمین جدا بگردد و این نیز مورد بررسی رئیس شهر قرار گرفت. در برطرف نمودن عاقبت‌های سیل کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر با سرداری افسر شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گیرجدنی ولایت سوق در شهر پنجکند کاپیتان حیدرов شیراز داوودویچ و تکنیک‌های پراقتدار جمعیت اداره مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان به طور شبانه روزی فعالیت نموده به ساکنان آب نوشاکی و آب برای شستشو دسترس گردانیده شد. باید قید نمود که وابسته به این در جماعت دهاتی اماندره و یاری ستاد تشکیل گردیده و ضررهای پوره این آفت دقیق گردیده بهره برطرف سازی آن همه چاره و تدبیرهای مشخص براه مانده خواهد شد.